خداوند بخشنده مهربان، پیش از همه به تمام مردم و مردان ملت تاجیک این روز 23 فوریه همچون روز ارتش است و روز مرد به اصطلاح شناخته می شود. به تمام مردانی که واقعا مردند تبریک میگویم و همچنین قابل ذکر است که امروز روز مولود یکی از زنان است که در روز مرد به دنیا آمده است، ولی امروز از دست نامردان در زندان است و ما زادروز این بانوی محترم و بانوی بسیار فرهیخته را به خودش و به نزدیکانش تبریک میگوییم و آرزو میکنیم که هرچی زودتر آزاد شود و به آغوش خانواده‌اش برگردد. و همچنین تبریک میگوییم به خواهرمان شبنم خدایداد وکی دیروز از زندان رها یافت و به زندانی نوجوان مردان نه افتاد و جا دارد که تمام اینها را به همه مردم کشور تبریک بگویم و از مردم ترکیه تشکر نمایم برای زحمت هایی که کشیدند ادوکت های آنها و قانون شکنی ها و جنایت های مقامات تاجیک را بر مردم جهان و مردم ترکیه و سازمان های بین المللی معرفی کردند و آنها را آشکار نمودند. خب بیانیه تظاهرگران تاجیک در استانبول ترکیه. ما فعالان سیاسی تاجیک مقیم استانبول در اعتراض به وضعیت کنونی تاجیکستان و سیاست‌های سرکوبگرایانه حکومت جمهوری تاجیکستان که خیلی نگران کننده و برای کشور و منطقه خیلی خطرزا است در اینجا تجمع کردیم. پس از جنگ شهروندی 5 ساله ملت عزیز ما به سبب خودخواهی و تنگ نظری رهبریت اول کشور بار دیگر در بدترین حالت و بنبست سیاسی قرار دارد که نه تنها برای امنیت و ثبات کشور بلکه برای امنیت تمام منطقه خطر جدی در پی دارد. حکومت رحمان در برابر مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانند بی‌خوابشوی خطرناک اسعار ملی، سطح بیکاری بی‌سابقه پس از برگشتن شمار زیادی از مهاجران کاری در پی بحران روسیه، لیمیت شدید برق و غیره نه تنها راه حل‌های ریشه‌ای ندارد بلکه متاسفانه از داشتن کمترین عزم راسخ و اراده جدی برای بهبودی وضعیت ناگوار کشور محروم است. ما فعالان سیاسی تاجیک از کشورهای دوست و کفیل صلح، سازمانهای بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد جهانی علمای مسلمان، سازمان همکاری‌های اسلامی و همچنین از سازمان‌های حقوق بشر مانند اوف بین الملل، خانه آزادی، دیدبان حقوق بشر، گروه بحران بین المللی، کمیته هلسینکی نروژ و غیره خواهانیم که حکومت جمهوری تاجیکستان را به انجام نکات زیرین وادار نمایند. یکم، با فشار و تعقیب علیه فعالان سیاسی که چی در داخل و چی در خارج کشور و همچنین بستگان و خویشاوندان آنها در داخل کشور پایان دهد. دوم، تمام محبوسان و بازداشت شدگان سیاسی که به جرم به محبس گرفته شده‌اند و یا ظالمانه پس درهای بسته محکوم به زندان شده‌اند آزاد کرده شوند. حقوق همه شهروندان تاجیکستان صرف نظر از زبان، مذهب، جنس، بینش‌های سیاسی، منطقه‌ای و غیره رعایت شوند و از نقض بیشتری حقوق انسان دست بکشند. در مسئله آزادی‌های مردم در مورد انتخاب شکل و ظاهر و عبادت ایشان، نحوه لباسپوشی و غیره دخالت نکنند و مردم را در انتخابشان آزاد بگذارند. علیه مسئولین ارشد کشور تحریم‌های از جمله در مسئله محرومیت از روادید، محکم کردن صورت حساب بانکی آنها در خارج و دیگر محدودیت‌های مالی جاری نمایند. فعالان سیاسی تاجیک مقیم استانبول 23 فوریه 2016